شاید دارم فیلم بازی میکنم. از کجا میدونی؟ آره میشه دستتو بکشی؟ حالا یکم بخور به خاطر من کوچولو. عزیزم حالا مثل اینکه خوشت اومده دست میزنی. آدم چیزی که خوشش میاد دست نمیزنه. نه ببین دوست دارم ببینم که دوست دارم که معجون خوردی؟ بگیرم حالا میگیرم. چی کار داری میکنی؟ تو کی؟ بچه ماشین رو بردم بدبخت شدم سهرم توش. سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از سری معضلات اجتماعی. امروز سناریو آگهی همسفره. اونایی که نمیدونن آگهی همسفر چیه حتما برید ویدیوهای قبلی ما رو ببینید. یه سری پسر حول هست که آگهی همسفر میذارن واسه این که عشق و حال کنن نیاز به دختر دارن. این وسط هم یه سری دختر هست راضی اوکی میدن و با اینا میرن سفر. آقا سناریو امروز ما همینه، اما ما آگهی همسفر گذاشتیم با این تفاوت که قراره من برم تو ماشین قایم شم و یه سری اتفاقات بیفته. شما خودتون تا انتهای ویدیو رو ببینید. اگر این سبک ویدیوها رو دوست دارید حتما نظراتتون رو تو کامنت ها بهمون بگین. کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره، حتما اون زنگوله هم بزنید. بریم. خب بچه‌ها ما از طریق یکی از دوستامون که آفرود بازه رسیدیم به یه گروه تلگرامی به اسم آفرود بازان. بعد نگو اینا که هر موقع میخوام برن جای این بر اون بر یه آگهی میذارن، کسی که بخواد میاد آقا پیام میده و جوین میشه و اینا. یه آگهی گذاشتیم سحر زحمت کشیدن یه نفر رو اوکی کردن نمیذاره من چت کنم و چت کردیم و اینا. حالا میخوایم که باهاش صحبت کنیم و برای فردا قرار داریم شمشک اشغال، شمشکی که وجود نداره. بعد اشغال ببینم چجوری میخوای بری اشغال بدون من. بعد توسی ویلا و 20 و فلان. آفرود شمشک. سلام. خوبی؟ مرسی، شما خوبی؟ مرسی ممنونم. میگم که شما برای فردا ساعت 2 دیگه همه چیزون آماده است که بریم. البته چیزی نمیخواد بیاره، همه چیز هست، وسایل پیست و اسکی و اینا، فقط وسایل شخصیتون میمونه دیگه بیارید. آها یعنی همه چی هست؟ بله همه چی هست، فقط حضور گرم شما رو نیاز داریم. خیلی ممنونم مرسی. بعد تو چند گفتی دوستاتم هستن؟ بله چند تا. ببین دوستام همه آدمای درست و خفن، یعنی حالا بیای بشناسی بعد همه آدمای خفنی هستن، لول کاری خیلی خوبی دارن. حالا میای قشنگ دیگه آشنا میشی دیگه. ما جای بد نمیریم ساناز خانم. باشه مشکل نیست میام حتما. خب باشه فردا 2 اوکیه؟ که دیگه شب بریم ویلا بعد پس فردا هم بریم دیگه. حالا اوه نکنه ویروس داری؟ صدا چی بود؟ نه ویروس ندارم خاطر آلودگی. راست میگی، بریم بکنیم از این تهران بریم یکم. آره بریم تو هوای خوب. خب باشه پس من دیگه فردا باهاتون هماهنگ میشم. واتساپ الان بهتون پیام میدم برای من لوکیشن اینا رو بفرستین که هماهنگ شیم. باشه مرسی قربونت، شبت بخیر. لطفا آنلاین هم نمون، من یکم حالا غیرتی هم. باز شروع کردن این پسرها و آوای چوکی میکنم. ببینی باز بگو اینا. شبتون بخیر. مرسی قربان خدا. خیلی زبونت درازا. چی میگی برای خودت تو چت؟ خودت گفتی نقشه. مگه خودت نگفتی نقشه تو خوب بازی کن؟ الو بله چطوری؟ خوبی عزیزم؟ مرسی قربونت. من همون لوکیشنی هم که فرستادی پلاک 27. آها 27. خب ببین من الان پلاک 19 هم میتونی بیایی؟ آره میام جلوتر. خونه خودتونه؟ باشه زدم. آخه پلاک رو یه جوری گفت انگار خونه خودتون نیست. لازم تو شهر بچه داره. خب بیایید چه همینجوری. الان میام بعدت چم. چی پوشیدی فقط؟
پلنگی دیگه. این 2 تا آج خانم بودم، من فکر کردم اینایی، گفتم خدایا اینا نمیشه. اومدم یعنی واقعا من پلنگ و حاج خانم اشتباه گرفتی. الان میام کونیستی که پیدا نکردی 19 رو. چرا این دیدم. مولستره ای؟ بله یه لحظه. سلام، خوبی؟ فقط من این وسایل تو بذارم صندوق. خوبی؟ رضا هستم. بفرمایید. متشکرم. مرسی. ببخشید دیر شد. خواهش میکنم. پس یعنی من اشتباه گرفتی با چند تا آج خانوم؟ آره من فکر کنم دوستاتن. آها دوستام آج خانوم. آره چه خبر؟ البته خوبی؟ دوست آج خانومم داشته باشم بد نی. مرسی خوبم. دوستای آج خانومت هم مثل خودت خوبن؟ چه خبرها؟ مرسی ممنون. بدایی؟ خوبی؟ ممنونم. قربونه. سلامت باشی. تو چیز گفتی که دارم میرم، کجا داری میری انشالله؟ من حقیقتا جمعه میخوام برم خارج از ایران. خب چیزه من که اجازه ندادم. به این زودی پسر خاله شدی؟ شد. حالا ما یه سفر داریم ولی خب امکانش داره مثلا فاب شیم و اینا. حالا کوتا شاید. یه دنیا رو چه دیدی؟ همیشه روابط خیلی عمیق و خوب اون تایمی اتفاق میفته که فکرشو نمی کنی. واسه پیش اومده؟ خب قطعا الان هر کسی توی زندگیش یه نفری بوده و اون نفر عمیق بوده، یعنی غیر این باشه اون طرف مشکل داره به نظر من. آفرین. الان شما یعنی با کسی هستی؟ در حال من همین حاضر الان بهت بگم بعد نه. دوست ندارم اگه بهت زنگ بزنن و جاست فرند اینو اصلا من نیستم. نه بابا اصلا همین دوست الان- اجتماعی یا این چیزا برای من زد کنسله. آخه میدونی چیه؟ میگن اجتماعی اشتباهی. خب بخاطر اصلا تو این نه خودم دوست دارم که داشته باشم نه حالا اون کسی که حالا البته که ما الان در حد آشنایی هستیم و حالا میخوایم تهش نه ولی خب بازم خوبه که الان عنوان میکنی چون جنگ اول به از صلح آخر است. بله 100%. شما از کی جسارتا تو رابطه نیستی؟ من از عید. الکی نکن. خب نه میدونی سر دیت های مختلف زیاد رفتم ولی دیت زیاد رفتی؟ کنسل بودم. خب نه دیت یه کافه رفتیم صحبت کردیم دیدم یا خدا اصلا این تایپت داداچی نیست. مانند آره دیگه تایپ من بعد نیست. میشه بپرسن تایپت چیه؟ ببین تایپ من اصلا هرچی هست پسرایی که فول تتوان و نمیدونم عشق لاتی دارن و اینا اصلا نیست. یعنی مثلا هرچی آره هرچی مردونه تر بهتر. گوگل که نیست یار. من خیلی مردم تازه سیبیل هم میذارم. البته الان سیبیل هم کوتاه کردم. خب ببین یا دوست داری بدی؟ اینجوریه که کادو گرفتن من یه عقیده‌ای توش دارم اونم اینه که اگر اون طرف کادویی که بر من میگیره کادوی خوبی باشه من هم براش کادوی خوبی میگیرم متقابلا. بنزین بزنیم؟ از یعنی اشکال نداره؟ اونجا نیست؟ چرا؟ مشکل نداره. خب ما امروز میریم بیرای اونا فردا میریم. چند نفرن؟ ما 3 تا پسریم. خب و اونا با دوست دخترای فاب چند ساله شون هستن. منم گفتم با دوست دخترم. حالا امیدوارم که چیز نشه یعنی پشیمونم نکنیم واقعا. بعضی وقتا بد مسوازی دارن. امیدوارم شما من اصلا الکل نمیخورم. جدی فقط در چیز نه عزیزم کلا نه الکل میخورم. خب داری میری ارمنستان چیکار؟ نه مشروب میخورم نه قلیون میگه هیچی کلا ولش کن. اما حاج خانم آره خب برای همین گفتم دوست حاج خانم زیاد من به قیافم میخوره که اتفاقا هر شب مهمونی باشم همه نمیدونم مشروبا رو خودم بخورم تنهایی و فلان و اینا ولی کاملا برعکس. اصلا اینجوری نه اصلا من مطمئن اینجوری ساره. حالا متوجه اشکال نداره ولی دوست دارم آخه با کسی که هستم هم یعنی همفاز باشیم.
میدونی چی میگم؟ تو بخور، من خوشحال دست میزنم تشویق میکنم نگاهتو میکنم دیگه چی کار کنم. حالا یکم بخور به خاطر من کوچولو. عزیزم حالا چای نخورده پسر خاله نشو. آقا گفتی یعنی مجنون از نمیخوام پادشاه یکم چای بخوریم. نه دیگه چایاتو بزن. چای نبات میزنی یا چای با چیزای دیگه؟ فعلا مثل که تو چای نبات با چیزای دیگه میزنی. انقدر سریع اومدی منو تاچ کنی. بشین خیلی باحالی، یعنی خیلی اصلا انرژی وایب خیلی خوبی ازت گرفت. نه تو رو خدا نگیر. تو از من وایب خیلی خوبی نگرفتی؟ یه خورده سیاه صحبت میکنی. من نگه سکوت ببخشید. نه آدم روکیم. نه حالا من یه چیز بهت بگم. بگو. این صحبت ها دلیل داره. خب خب من دوست دارم طرفمو بشناسم، خب اون منو بشناسه که یه موقع آقا سوء تفاهم پیش نیاد. بردن تیپ اسپورت بیشتر دوست داری یا تیپای چیز با شخصیت؟ میشه دستتو بکشی؟ چقدر جنس این خوبه واقعا. بخر حتما میخرم بازم. واسه من نه تو خوشت اومده مثل اینکه واسه خودت آقا این که دخترونه از من میخوان زشته برام. مثل اینکه خوشت بعضا اومده با دست من- میزنی. خب آدم چیزی که خوشش میاد دست نمیزنه؟ نه تو مثلا یه گربه میبینی مثلا ملوسه اینا دوست نداری تاچ کنی؟ گربه فرق میکنه. خب خب تا الان- گربه دارم. جدی؟ پستم شبیه گربه هست. از عکس گربه‌مو بهت نشون بدم ببینی. خب اصلا خودت یکم شبیه اصلا گربه. عشق میکنی. خیلی شبیه نگاه کن. گربه. آره. میشه دستتو بکشی؟ ببین آقا یه میخوام بار ببینم دیگه. جنس این لباسه. ببین یک بار دیگه. ببین واقعا میگم این میخوای تهدید بدون. گربه تو ببینم. گربه تو یک بار دیگه تاچ کنی. اسفند قشنگ. بهمن بودی؟ پشت دست؟ نه دستم درد میگیره. ترجیح میدم که از ماشین پیاده شم. حقیقتا این تهدید بهتره. همیشه دوست دارم دلو بزنم به دریا. اشتباه میکنی. یه موقع اون دریا غرقت میکنه. با شنا بلدم. شنا بلدی؟ یه جوری ببین چگالی آب دریا رو میبرم بالا دیگه نتونی دست و پا شنا بزنی. بلدی؟ شنا 50%. جدی؟ خب یادت میدم دیگه. الان میریم ویلا یادت میدم قشنگ. بلد باشی. میدونی چی میگم؟ میشه یه سوپری بریم یه چیزی بگیریم بخوریم. هوا خیلی آلوده است. من یه ذره گلوم درد میکنه. گلوی تازه کنیم. از بس حرف زدی. یه لحظه الان چند حالا ناراحت میشی نمیشی من اینجوری من روکم؟ نه اتفاقا این روکی تو دوست دارم ولی خب دیگه یه جوری هم باشه که دیگه حالا راستش احترام تا حالا کسی دیده بوده انقدر روک ولی بامزه؟ نه خدایش تو اولین دختری هستی اصلا من تو عمرم دارم میبینم اصلا اینجوری هست. آها اینجوری هست. اینجوری هست. آها. دختر که زیاد. تو راجع من چی نپرسیدی یا یکم حالا خب نه ببین دوست دارم بدونم که دوست دارم که معجون خوردی؟ نه من چای نبات تا اینا زیاد میخورم. چای نبات چون مثل که خیلی گرمیجات داشته فقط همین گفتم معجون خوردی. من خیلی غیرتیم اینو بهت بگم همین اول کار عزیزم جان نه بگم من خیلی غیرتیم اصلا دوست ندارم حالا با دوستت هم زیاد بری بیرون. با دوست دختر زیاد داری؟ نه زیاد ندارم. جدی؟ چقدر آروم گفتی؟ آروم متین گفتی؟ آره خیلی آروم و متین گفتم. آخه سگه رو کیو نگاه میکنم؟ من غیرتی هم من سگه رو دارم نگاه سگه یا میکنم. پسره؟ پسره اصلا من حالا بهت تایپمه. بگم من خیلی غیرتی هم فقط با کمربند. کمربند چرم. کمربند چرم دوست داری؟ نه سگه خیلی بامزه بود. حالا اون آره. دوتا صاحباش که اصلا نبود. تایپ من اینجور چیزا نیستم. به نظرت کسی که ماهاشو رنگ کرده شلوار چریکی پوشیده تایپ منه؟ من میگم مردونه دوست دارم. چرم. خب چی میخوای؟ والا نمیدونم عزیزم هر چی که فکر نوشیدنی می‌کنی. سرد یا گرم؟ اگه گرم میخوای که بریم یه کافه حالا تا مشکل نیست بریم. نمیدونم. خب به سلیقه خودم بگیرم. آره دیگه زمزم. ببینم چی برام میگیری. اینا برام مهمه.
نوشابه زمزم نشوفیم. خیلی مرسی عزیزم. بخواه ماشین بزنم. بیسکویت و اینا هم چیزی میخوای بگیرم حالا میگیرم اون چیز خاصی. مرسی. فکر کردین ماشین رو بردن؟ آقا سناریو اون چیزی که شما فکر میکنید نیست. واقعا فکر کردید ساناز غریبه است؟ سلام. میدونی که زور باید چی کار کنی؟ بله. این سویچ زاپاس خدمت شما. سر بزنگا سوسکی میشینی پشت فرمون، ماشینو میدوزم. یه سکته ریزم بزنه کار جمعه. آقا شما فکر کردید قرار یه ویدیو آگهی همسفر ببینید، ولی این لالوها گفتیم رضا رو یه ذره پرنگ کنیم. شما ویدیو رو لایک کنید، بزن بریم. زور حواست به همه چی باشه. حتما. برو بریم. تو کی؟ تو کی؟ من سهرم دیگه. تو کی؟ برو خدا نکشده. برو اون پشت یه جا وایسا. برو از زاویه دیدش خارج شو. خوبه اونجا خوبه. برو اون گوشه که نبینه ماشین. برو اون تو. نکشده. تو منو خاموش کن. گوشی تو منو تاچم میکردی؟ دیوونه. من ترسیدم. ساناز گوشی تو سریع خاموش کن. دیوونه ترسیدم. ایرپلینش کردم. الان میاد میبینه ماشین و سهر و هیچکی نیست. بیا روش. ببین خیلی گناه داره. یه سکته زد. نداره اصلا. هیجان بدیم. هیجان بزن کنار. داری چه غلطی میکنی؟ داری چه غلطی میکنی؟ ساکت شو بزن کنار. گوشی تو بده به من. برو میگه لایف بده من. چشم الان بهت لایو لوکیشن میدم. الان یه لایو میدم خودتو موشکی برسونشم. فقط سکته نکن. الان میایم پیشه. من موندم نگران توه یا نگران ماشینه. من احساس میکنم نگران من. چرا نگران منه؟ یعنی نگران من نیستی؟ بچه‌ها باید تو کامنت ها نظر بدن. به نظر تو الان نگران منه یا ماشین؟ شما بگید. من در به دنبال رضا. کجا رفت؟ بچه ها ماشین رو بردم بدبخت شدم. سهرم توشه. در به دنبال ماست. آه خدا کجا داری میدوی؟ رفت کجا رفت؟ نبینتمون. باقاش دیگه همچه ویدیوهایی نزید. کجا داری میری؟ فقط میدون.
میخوام بهش بگم فرار کردم تو ترافیک، ماشینو بردی تو. ببین میخوام قشنگ بترسه. یواش برو، یواش برو. برو از اون بر. رضا کجایی؟ من تو ترافیک فرار کردم، ماشینو برد. کجایی؟ کجایی؟ تو ترافیک فرار کردم، ماشینو برد. برو از این بر. اسکوله چه؟ باسا همینجا باسا. رضا من تو ترافیک فرار کردم، ماشینو برد. کجایی؟ برو برو. بیا همونجا کنسل باید هستن. کجا؟ وایسا الان میام. وایسا. من نمیدونم، دزد بوده دیگه. سویچو من بهش دادم. وایسا یه جا من پیاده شم. ماشینو برد. من تو ترافیک فرار کردم. نمیدونم. زنگ زدم برد. ماشینو برد. اینا ماشین. منی دردواری که سرم اومده تمی بتر تر عذابم نره. ببخشید نمیدونستم فقط ناراحت میشی. شعور نداریم. کجا میری؟ بودی حالا؟ آه من بایسا کجا؟ ماشینم. آقا ما رو هم ببر. چرا رفت؟ نمیدونم. ما رو هم سوار کن. بچه ها فکر کنم خیلی عصبانی شد، فکر کنم یه سکته ریز زد، نمیدونم رفت.